و اگر اجازه باشد باز به دو نفر دانشجوی‌ها سخن می‌دن و باز شعرخوانی با هم گوش می‌کنیم. یکیشان شاعره رحیم جانова از دانشجوی سال پنجم اصلا تشکیل دارم. خواهش می‌کنم بعد نورنسان از میده باشد. آگاه نبودم تو ناگهان آمده ای، آگاه نبودم تو ناگهان آمده ای، جانم بوده ای به جای جان آمده ای، تا فیض سما دهی من خاکی را چون هدیه پاک آسمان آمده ای. استاد عزیز قدمات و نوری دیدن، باور کنید آن هیجانی که حالا مرا فرا گرفته است با سخن نمیتوان ابراز داشت. آن محبت صمیمی، آنقدر مهری که نسبت این مرد هنر، نسبت این شاعر شناخته محبوب خلق دارم، امکانی با سخن ابراز داشتن ندارد. چنانه که امروز استاد ستارزاده ابراز کردن، بسیاری نفرانی ما دعوای شاعری دارند و شاعران ولی کمند. من شاید یکی از آن نفرانی باشم که دعوا دارم ولی مقصد شاعر شدن نیست، چون که از خود باوری هم ندارم. باور کنید این تحلیل نبود. استاد عزیز اگر اجازه بدهید یک دو شعر شاعرانه خود را که شرم هم می‌دارم، چون که شاید از معنی ما آری باشد برایتان می‌خوانم. یک از شاگردانه بکنیم. شاگردانه و یک شاعر دیگر هم گفته این شعر من گرچه معنی نداشته باشد هم وزن کافیت دارد. برایتان می‌خوانم. تو آن ستاره‌ای در آسمان عشق، میان 100,000 اختران درخش خاصه‌ای، تو آن نهال نورت محبت میان 100 چنار بزرگ جوسه‌ای، تو اختری بس از نگاه جانبت به ترس و باه بنگرم که عاقبت از این نگاه از این صبا رود گرم شب سیاه کجا دیگر درخش ما ستاره‌ای برفته ز شام من که روز روشنی ز طرف آفتاب گم شدی، تو در سرای زندگی برون ز مرز و بوم شدی، ولی هنوز سوی شام خورمی دیده و انتظاری میکشم به صد امید به صد نگاه و آب و آب زمین و آسمان گواه تو را بود در آغوش شب سیاه. استاد عزیز بار یک شعر شما رو خوانده بودم و آن شعر خیلی به من پسند افتاد. متاسفانه آن شعر افغانی نبود. من تنها یک مصرع شما را من از داخل آن شعر دزدیدم. ببخشید آن مصرع آن چنین است که از نخستین خطری که دیدم، ولی متاسفانه آن شعر در خاطرم نیست و من از آن شعر شما الهام گرفته چنین نوشتم: تو دیگر بار میا جانب من نپذیرد دل غم دیده تو را، تو دیگر بار میا فهمیدم دیده بشنیده و سنجیده تو را، تو دیگر بار میا جانب من که گناهکار به مرگ هوسی، تو دیگر جانب من چه نشمد تو که بر قدر نگاه هم نرسی، تو دیگر بار میا جانب من تو که در سختی من بگرفتی، تو که بالای هم از سوختگی ها نمک‌های دیگری را ریختی، تو دیگر بار میا جانب من تو که از سادگی و بیخبری از نخستین خطری که دیده رفتی از من با امید دیگری، تو دیگر بار میا جانب من که بعد از رفتن تو سوختم دیگر املاک مزن مردی دروغ سبق زندگی آموختم، تو دیگر بار میا جانب من تو دیگر جانب من باز میا بیرو از دیده که از بین بروی گرچه بعدی تو بمیرم به خدا. هر آنچه میگویم در نظر خودم از هر دو زیاد نیست از واقعی، بنابراین شعر نخستی من چنین بود که خامه میگیرم و در مینویسم هر چی پیش آمد مرا میزنم قهقه و میخندم که با این واقعی مادرم شاعره با ما کرده.
لابوی نیستم هر زگویم هر زای من کاغذی برفی سفید رو خونالود میکند بهوده و بکار لیکتی بهودگویی ها امیدوارم که شاید با امید مادرم شاعر نامم کرده است میگیرم دامان شعر میبرم تا اوج خود را تا فضا شعر را با شعر پیوندم که روز آفتابی با دعا و با ندا و آرزو مادرم شاعر نامم کرده است سرمند باشید استاد به دعوت ما سرفراز باشید خوش آمده نور دیده توجیستم लेकिन हम से खुद करना जो हम भाषण तो कैसे नहीं क्योंकि सुनायो आपने की वीडियो मान नहीं हो रहा विमान के विमान हो रहा नहीं होते कैसे जो होगा हम कैसे होता ना पूर्ण दिया खूब उम्र निशा नाइज में هستم تشریف دارم رفتم نیست؟ نه اومده؟ سلام